خیلی‌ها رو میشناختم که اهل بحث بودن، الان دیگه میگم بی خیال بابا، حوصله داری یا امروز سخت با هم صحبت میکنیم. نباید پنهونش کنی یا باید پنهونش کنی؟ نمیدونم کی این سوالو داده بود، ولی قطعا یه اطلاعاتی درس کرده یه جایی. آیا مجری نباید احساساتش رو کنترل کنه حتی توی این فضا، حتی توی این برنامه؟ واقعیت اینه که قامت مجریگری اصلا برای علی قلی ساخته نشده بود. فن بیانم شاید خیلی جاها طبق دستورات بادی لنگویجی که توی کتاب نوشته بود رعایت نمی‌کرد. صورتت، سیمات، قد و قامتت هیچ وقت به تو نگفت که برو سمت بازیگری؟ ایشون هم شاید سر یه سری جریانا تو ایران نتونست و نیامد. رفتم سراغشون، جواب نمیدم. آقای موزون به من گفتش که من اگر گریه می‌کردم عنصر کارشناسی و تخصصی برنامه زیر سوال میرفت. کجایی از سرگذشت خیلی کیف کردی؟ انقدر شعار دادیم بعضی وقتا حرفای خوبمون بین این شعارهایی که معلوم نیستش اصل و اساسش چیه گم میشه. حرفم راجع به دو قطبی سازیه. اگر بخوام ازدواج بکنم و اون آدم بگه که خب الان کارت مثلا اذیتم داره میکنه، میتونی این کار رو حذف کنی، میتونی دیگه مثلا آهنگ نخونی، طبیعتا باید بهش بگم که به تو از دور سلام. فکر میکنی درست داریم میریم جلو تو برگزاری هیئت‌های مذهبی؟ شبیه 405 قدیمی ها توی جاده با اصالت، سینه زن وقتی میشنوه اینو حاجی تو حال عشق میخوای ازش. من یه زمانی سبکساز بودم. قراره کنسرت و شما رو استیج ببینیم. من ایرانو خیلی دوست دارم. شخصا اگر یک نفر رو بتونم بگم دوستش دارم توی این مملکت، آقاست. اینم باز اولین بار دارم میگم. حتی نگفتم اجازه.